سینو نیازوف رئیس تلویزیون نوتاسیس اوریون نور در پنجکن چند روز بازپسی در این مقامات منتظر دریافت اجازتنامه دوباره برای موج است. قرار بود این تلویزیون روز 27 ایون به پخش برنامه‌هایش شروع کند، اما خدمات علاقه 2 روز قبل از افتتاح اجازتنامه او را بازخواند کرد. چند بار زنگ زدن که تکوش تلویزیون تکوش. ما گفتم چی برای چی کشم؟ حالی شما به من وعده کردید که کی اجازت 8 دادیدون بعد من переходи плавно میکنیم، переход میکنیم و با این کانال میگذاریم. برای چی شما میکشیدون؟ کشتم ما گفتم خیلی مالی حاضرچه کشته بمونم، یا اون پرابلمش نیست. کشتم موندیم. مقامات سبب بازخواند اجازتنامه موج تلویزیون را به خللدار شدن موج و شکایت از جانب یک رسانه دیگر از پنجکند گفتند. مؤسس تلویزیون نوتاسیس میگوید مقامات به او وعده کردند بعد بازخواند اجازتنامه به او در موج دیگر اجازه فعالیت خواهند داد. تأخیر در این کار حالا او را نگران کرده است، چون میگوید برای تأسیس یک تلویزیون مبلغ زیاد صرف کرده است. 20 رئیس ولایت اون بودن. گفتیم هوا که کشیم نشد. گرفتیم روز 27 موندیم، روز دی وحدت با اومدن لیسانسی من گرفتن. خیلی گفتن التماس خاموش کردم که هوای بسیارتر نوشته است بالا. گفتم خیلی مالی. سینو نیازوف میگوید قبلا از همه نهادهای دولتی کاری او را سنجیده برای تلویزیون اجازتنامه دادند. او میگوید اگر خلل میبود متخصصان خلاصه مثبت نمیدادند. اوریون نور در پنجکن دومین تلویزیون خصوصی خواهد بود. چند مدت این تلویزیون برنامه‌های سنجشی خود را هم در افیر پخش کرد. در پی رهبر تلویزیون سیمای پنجکند که تا این زمان یگانه تلویزیون مستقل در شهر بود از خللدار شدن موجش به مقامات شکایت برد. چند ساعتش 11 کانال گرفتگی، وقتی که 11 میگیرد ما 10 بهارستان شبکه دولتی 11 4 سال نودود بود ما کانال 12 به جای گرفت. باید کانال 11 خالی باشد. این متروی و یا دیگه شما گارمونیکوش پمش میکرد. در خدمات علاقه به رادیوی آزادی گفتند حالا شکایت و درخواست نوبتی برای اجازه موج دیگر به تلویزیون نوتاسیس در بررسی قرار دارد. تأخیر در پیشنهاد اجازتنامه برای فعالیت یک تلویزیون نوتاسیس در حالی است که کارشناسان میگویند برای فعال شدن رادیو و تلویزیون های نو خصوصا در منطقه های نزد مرزی مقامات باید همه‌جانبه کمک کنند. در عکس حال این خالیگاه را شبکه های کشورهای دیگر پر میکنند. انا اینجا از تحقیقات ما 93% تماشابین تاجیکستان باشد، 45% تماشابین برنامه‌های روسیه، 32% تماشابین برنامه‌های ازبکستان، 23% برنامه‌های همون جم فورزبان و 13% تماشابین برنامه افغانستان. اگر عموما همین افغانستان و ایران گیریم اینم فارسی کو اینش فارسی نش داری خیلی برای تاجیکو اینش هم موافقی نشم گوش میکند میفهمد زبانش هر دوش یک کنیم اگر این 37% میشود. یک پژوهش اخیر معین کرده است که اکثر ساکنان منطقه‌های نزد مرزی تاجیکستان به تماشای شبکه‌های تلویزیونی ازبکستان و روسیه و ایران توجه دارند. حالا در تاجیکستان در مجموع 34 تلویزیون فعالیت می‌کند. شمار تلویزیون و رادیوهای غیر دولتی هم بیش از 20 تا است. یک مشکل اصلی در تأسیس تلویزیون‌های مستقل در کشور حالا دریافت مجوز و با پخش رقمی فعال نبودن این شبکه‌ها گفته می‌شود.